حالا شاید بعضیا بگن که خب شما دارید این روایت ها رو بیان میکنید، این مسائل رو بیان میکنید، این ضرر داره به وحدت اسلامی. شما دارید در بین مسلمان ها اختلاف میاندازید، تفرقه میاندازید. باید وحدت داشته باشیم. ما مسلمان ها باید در فکر مشترکات باشیم. اتفاقا ما هم همین شعار رو میدیم. ما هم میگیم بیاید اتحاد داشته باشیم، وحدت داشته باشیم. اگر شما واقعا راست میگید، بیایید همین مسائل رو از کتاباتون بردارید. ما هم، علمای ما هم، وقتی که شما این کارو بکنید، اگر نیومدند و اون مطالبی رو که بر علیه شما بنابر این اعتقادات شما نوشتن بر نداشتن، در اون صورت میتونید بگید که علمای ما مخالف وحدت هستن و وحدت نمیخوان. منتها اعتقادات شما از این مسائل خیلی بالاتر است. شما از ما میخواهید که ما از همه چیز دست بکشیم، از همه چیز، از خدایمون، از پیغمبرمون، از ابوبکر، از عمر، از همه چیز، از امهات المؤمنین، از همه چیز دست بکشیم. شاید تعجب بکنید چرا از خدا و پیغمبر ما باید دست بکشیم؟ چون این خدایی که ما بهش اعتقاد داریم، پیغمبری که ما بهش اعتقاد داریم، اون خدا و پیغمبری نیست که اونا بهش اعتقاد دارن. این رو ما نمیگیم، علمای ما نمیگن، اینو خودشون میگن. درست. ببینید در این کتاب الانوار النعمانیه مال نعمت الله جزایری است، در مطبوعات العالمی للمطبوعات در بیروت لبنان چاپ شده، جلد 2 صفحه 278. در پایان این صفحه در اینجا اومده یک سری روایات رو بیان کرده و حاصله، در اینجا میگه نتیجه و حاصل این روایات چی است؟ این ما، یعنی شیعیان اثناعشری، لم نجتمع معهم على اله ولا على نبی ولا على امام. میگه ما با مخالفینمون، با اهل سنت، نه خدای ما یکیست، نه در خدا با آنها شریک هستیم، نه در پیغمبر با آنها شریک هستیم و نه در امام. و ذالک، حالا داره توضیح میده، و ذالک میگه این به خاطر اینکه انهم یقولوا ان ربهم هو الذي كان محمد صلی الله علیه و سلم نبیه و خلیفته بعده ابوبکر. میگه به خاطر اینکه خدای اونها اون خدایی است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبرش هست و خلیفته بعده ابوبکر، و خلیفه بعد از این پیامبر کی است؟ ابوبکر. و نحن لا نقول بهذا الرب. درست. ببینید میگه، توجه کنید خیلی این کلمه مهم هست. و نحن لا نقول بهذا الرب، ما این خدا رو قبول نداریم، ولا بذلك النبی، و نه این پیامبر رو قبول داریم. بل ان رب الذي خلیفت نبی و ابوبکر لیس ربنا. میگه اون خدایی که خلیفه و جانشین پیامبرش ابوبکر باشه، این رب ما نیست. ولا ذلك النبی نبینا، و نه این پیامبر ماست. دیگه چی میمونه؟ استغفر الله. میگفتید که حالا قبله ما یکیست، پیامبر ما یکیست، ما با هم دیگه باید وحدت داشته باشیم. سید نعمت الله جزایری که همایش بزرگداشت سید نعمت الله جزایری در ایران برگزار میشه و آقای خامنه‌ای پیام ویژه و خاص میفرسته، این شخص میگه که ما با اهل سنت نه در الله مشترک هستیم، نه در پیغمبر مشترک هستیم، نه در امام مشترک هستیم، و پیغمبری که اون اللهی که جانشین پیغمبرش ابوبکر باشه، اون الله پروردگار ما نیست و اون پیامبر ما نیست. خب الان شما بگید عزیزان بیننده که آیا میشه با این جماعت وحدت داشت؟ آیا میتونیم با این اشخاص ما بگیم که اتحاد برقرار بکنیم؟ که حتی اون خدا و پیغمبری که ما بهش اعتقاد داریم، یکی از استوانه های علمی شیعیان به این پروردگار و به این پیامبر اعتقاد ندارن.